چی انسان‌های عجیب بودن، انسان‌های با سعادت، با یک فکر خوب. یکی از کتابایی که می‌خوایم انشالله امروز براتون تشریح کنم کتاب رجال حور الرسول است. یکی از کتابای بهترین کتابایی که تا هنوز ما خواندیم، محمد خالد نوشته کرده. این کتابایی است که زندگی نامه بسیار صحابه را براتون تشریح کرده. بسیار زیاد است. ابو عبیده بن جراح است، عثمان بن زید بن حارثه است، بسیار کتابای است. ابو دردا است، طلحه، زبیر بن عوام رضی الله عنه، بسیار کتابای عبدالرحمن، اسامه است. یعنی قدر کتابای جوانای بسیار خاصی که چهار اطراف رسول الله صلی الله علیه و سلم را محاصره کرده بودن، اونجا بودن، امرایش زندگی میکردن. درباره از او قدر شیرین نوشته کرده این کتابه، قدر پر شیرین و پر مفهوم نوشته کرده که میتونه این جوانا الگوی شما باشه. بسیاری از برادرها بعضی وقتا شکایت میکنن که شما چرا کتابای تاریخی را بعضی وقتا میخوانین، یعنی چی فایده؟ خواهر و برادرای عزیز، شما از کتابای تاریخی الگو میگیرین. شما میفهمین که صحابه چی یک فکر داشتن به خود، بر اسلام، با احکام اسلامی، چقدر رسول الله صلی الله علیه وسلم دوست داشتن، چقدر با هم دیگر دوست بودن، برادرانه زندگی میکردن، با محبت زندگی میکردن. متاسفانه امی محبت امروز در جوانای ما نیست. متاسفانه اون محبتی که صحابه بین یکی دیگر داشتن بین جوانای ما، بین این مسلمانان بسیار کم پیدا میشه که محبت ما به خاطر رضای الله باشه. این بسیار ما متاسفانه کمبودی احساس میکنیم. یعنی ما اگر خوبی میکنیم، هر چیزی که میکنیم باید یک مقصد دو داشته باشه که چرا باید ما امرای از این جوان خوبی کنم، چرا امرای از او باید خوبی کنم، هدفم چیز، به ما چی فایده میکنه. همیشه در فایده مادی هستیم، ولی فایده های معنوی که الله متعال، یعنی اجری که پاداشی که وجود داره، که شما حداقل فکر کنین یک دینی که لبخند در او صدقه است، فکر کنین ما چقدر پاداش از دست میدیم. چرا جوانای ما، چرا در کشورهای اسلامی ما امو اخوت و برادری که صحابه بین خود داشتن ما نداریم؟ چرا امو محبت خود از دست دادیم؟ چرا نمیخوایم امو محبت؟ شما وقتی این کتاب میخوانین، من مطمئن هستم که سعد بن وقاص، عبدالله بن عمر، ابو ذر غفاری رضی الله عنه، حمزه بن عبدالمطلب رضی الله عنه، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، یعنی کل صحابه هستند که مکمل زندگی نامه‌شان نوشته کردن. بسیار قصای جالبشان هم نوشته کردن. خوب از جوانایی که کتاب بخرن، در کتابخانه عام پیدا میشه، شما میتونین را بخرین، گپای خوب ازش ان شاء الله بگیرین و در زندگیتان عملی کنین ان شاء الله. این هدف ان شاء الله کتابای فارسی که ما خواندیم، مکمل کتابایی که خودم خواندیم، او را ان شاء الله امرایتان در چند دقیقه شریک می‌سازم. شما میتونین برین و کتاب بخرین و زندگیتان تغییر بدین.